مقامات یک ساکن 50 ساله شهر کولوب را با گمان آتش زدن ماشین جمعه نظر سید محمدزاده دادستان نویه واسه بازداشت کردند. شب 12 و 13 فوریه ماشین خدمتی دادستان واسه در محله شمس‌الدین شاهین کولوب آتش گرفت. مقامات محلی گفته بودند که ظاهراً ماشین را قصداً آتش زدند. دو منبع در دادستانی و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ساکن 50 ساله کولوب با گمان قصداً آتش زدن اموال دولتی بازداشت شده است. به گفته منابع رادیو آزادی بازداشت شده سبب آتش زدن ماشین دادستان را خصومت شخصی نامیده است. آنها شرح ندادند که منظور از خصومت شخصی چه است و تا کجا بازداشت شده گناه خود را اعتراف کرده است. حالا برای تشخیص لباسهایش گرفته شده است. حاضر تفتیش رفته ایستاده است و سببهایش بازانیق خواهد شد، گفت منبع. به قول همصحبتان رادیو آزادی حادثه را یک گروه از دادستانی کل تاجیکستان تحقیق دارند. نظر مرد بازداشت شده و نزدیکان او معلوم نیست. جمعه نظر سید احمدزاده از سال 2020 دادستان نویه واسه است. او در محل شمس‌الدین شاهین شهر کولوب زندگی میکند.